مسئله مولود ها درستیش نادرستیش بدعت گفتنش ثوابش واقعا مولود همین مقصد جشن مولود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر چنده که یک اصل شرعی داره اصل شرعی داره در صحیح مسلم اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردن که چرا روزهای دوشنبه روزه میگیری؟ علت همین روز دوشنبه روزه گرفتن چی است؟ گفت فیه ولیدتو و فیه انزل علیه. در روز دوشنبه من تولد شدم، در روز دوشنبه بر من قرآن نازل شده گشت. به خاطر انمو که روز دوشنبه برای من مقصد قدر مرتبه داره که من در همین روز تولد شدگیم، من روزه میگیرم. ببینه یا عبادت حتی در من تخصیص داده است. از همین خاطر میگن که اصل داره به اصل نیست. اما با او شکل و صورتی که امروز ها مثلا مولود ها برگزار میگردن، در اصل واقعا در اصل رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه تابعین تبع تابعین نبود. اول شخصی که مولود تجلیل کرد حتی در سطح یک دولت گویا یک جشن دولتی کرد، والله علم در اصل 7 هجری امیر اربیل امیر مظفرالدین بود. امیر اربیل، این اربیل نام یک شهری هست کردنشین در عراق. اما امیر اربیل بار اول در اصل 7 هجری مولود نبوی را تجلیل کردن، تحقیق کرد. برای بعضی دوام میگن این بدعت است. در زمان پیغمبر و صحابه و تابعین مقصد همون اسرار که نبود، اسرار مشهود و خیر میگن، اسراری که پیغمبر خدا توصیف کرده است. حضرت میگه خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بهترین امتی من امتهای عصر من هستند، یعنی صحابه. بعد کسایی که بعد اینا میآیند یعنی تابعین، بعد کسایی که بعد اینا میآیند یعنی تبع تابعین. هیچ شکی نیست که 3 عصر اول اما عصر مشهود و خیر بوده. مولود با این شکل هایی که ما و شما برگزار میسازیم در او عصر زمان ها نمیشد. علتش چی است؟ چرا نمیکردن؟ زیرا که وقتی که حضرت زنده بود هر نشست مولود بود. مولود یعنی چی؟ یعنی ذکر حدیث پیغمبر، صفت پیغمبر، قصه پیغمبر، مقصد پند نصیحت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مردم رسوندن. خب حضرت خودش وقتی که زنده بود الگوی زنده احتیاج نبود. خب بعد وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه ها طبق اخباری که در کتابا اومده است، مخصوص کتابایی هسته که مثلا همین رجال حساب میکنن، والله علم همین از ابن حجر عسقلانی حتی یک روایتی را دیدم که حضرت میگه که یک روایتی را دیدم که انا گفت که مجموع صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حجت الوداع از 104,000 تا 124,000 ای 104 گفتن، اول زیاده ای 100 میگن، بعد میگن 104، یک روایت دیگه قد 114 گفته گیان و نهایت روایت آخران و نهایی 124,000. اینا که تصور کنه که 124,000 آدم مشرف شدن به دیدار پیغمبر، به ایمان آوردن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در همون دین باقی ماندن شد. همین صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آدمای معتبر و بزرگ بودن. از تمام گوشه و اطراف مردم نزد اینا می اومدن. به چه خاطر؟ برای تجارت نزد اینا نمی اومدن. برای مثلا احوال پرسی از زندگی و از سلامتیشون نمی اومدن. با اون خاطر می اومدن که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یگان قصه کنن. میگفتن از پیغمبر یگان چی بگیر. و وقتی که از پیغمبر که گپ زدن هر نشست مولود بود، هر صحبت مولود بود، هر گپی که میزد هیچ صحابی از خودش گپ نمیزنه. حضرت دیدم این ای خیل گفت، حضرت دیدم این ای خیل کار کرد، حضرت دیدم در بالای منبر نشستگی در سرش سلای سیاه همین خیل نازنین خش رو. این همین گپی صحابه همین، یعنی که اون زمان عصر هر روز هر ملاقات هر محفل مولود بود. خب صحابه های دنیا رفتن، مردم به تابعین رجوع کردن،
تابعین یعنی شاگردای صحابه، کسایی که پیغمبر را ندیدن اما با صحابه نشسته خیز کردن. چرا نزد تابعین میرفتن؟ برای که خبری موثق بشنون. اوی ای صحابه شنیده است کو انس ابن مالک 10 سال حضرت خدمت کرد. مثلا صحابیه که فرض کردیم از انس ابن مالک ابن ابی رباح مثلا شنیده است و نزدش میرفتن که حضرت کو انس چی قصه کرد. حتی در خبر اومده است میگه هشام ابن عبدالملک شاهی بگیم پادشاه سلاله امویه هشام اومد میگه حرم گفت که یگان صحابی را بیارین قصه کنه پادشاه های یگان صحابی پیغمبر را بیارین که از صفات پیغمبر از سخنهای پیغمبر قصه کنه. کی گفتن یا رسول الله یا امیر المؤمنین هم امور هیچ که نمونده است صحابی نیست. خیلی گفت یگان تابعی بیارین. تابعی را برای چی میگم آخه؟ عالم نگفت عالم گفت یا تابعی بیاره. و برای که شاگردای صحابه طاووس یمانی را میگن نزدش بردن. این شاگرد حضرت علی های شاگرد عبدالله ابن عباس های بسیار شخصیتی بزرگ های. طاووس رفت میگه او پادشاه در قصر در بالای تخت شدگی این حضرت میگه کوشوش کشید. در اون زمان عصر در پیش پادشاه کوشو را نمیکشیدن. یک پای از بو میکنه یک که خدای نکرده دیواغ حضرت نفورا گفته ممکنه هم دست کشیدن کوش. یه حضرت کوشو را گرفت دنگل داده اومد نگهش کرد ششتگی مردم در گردش چختن. گفت السلام علیکم یا هشام کیف حالک یا هشام. اومد در پیش شیشت این همه وقت دید خون در سرش زد. گفت جلاد بیا گردنش بزن. که وزیرش میگه گفت که حضرت اینجا نمیتونی این مدینه رسول ای حرم ای اینجا ممکن نیست ای تو میدونی که این عالم ملت ای عالم این ملت اسلامی همی ای بعدی صحابه بزرگترین شخص اسلام میخیره بگو که تابعی بدای مرتبه منزلت بلند بدای عالم بدای بیادب بدای. بگو چی بیادبی کردم؟ گفت که اولش که کوشو تا کشیدی کوری نمیبینی مردم هم کوشوش کتیش شده است تو اومدی در حضور ما کوشو را کشیدی بعدا مرا بنامم گفتی تو چی گواره مرا جمون دایی که یا هیشام کیف حالک یا هیشام امیر المؤمنین ما گفتی و من امیر مسلمانم اولو الامرم یعنی دست ما بوسه نکردی مردم پوچو ما میلیسن تحت هم دست ما بوسه نکردی من صحیب امرم و به اجازت اومدی در مقابلم شیشتی تو چشم نداری نمیبینی این مردم هم چختن تو چی به اجازت اومدی شیشتی؟ و میگه این حضرت هم شاگردی صحابه های پیغمبر های گفت اما این که در حضوری تو کوشما کشیدم تلخت کفید من هر روز در پیش پروردگاری رب العزه هم کوشو را میکشم. گمان میکنم که حضرت خداوند ای من خشنود میشود و تو چی یک نطفه آبی منی پوچورم که باشی تو حاصلی داخل شدن یک شوشدان در یک شوشدان دیگه ای این قدر غرور و تکبر داری تو که مقصد با یک کوش کشیدن من این قدیما قد میسوخته استی حکم قتل ما را صادر میکرده. این که ترا بنام خوندم تو شگرانه که خداوند دوستاش در قرآن بنام خونده است محمد رسول الله یا داوود اینا جعلناک خلیفتا فی الارض. هر کجا که گپ میزنه انا نام دوستاش میگیره دشمنو را به کنیه گفت تبت یدا ابی لهبی و تب اگر چند نام او بدبخت عبدالعزای کنیش گفت من ترا بنام خواندم دوستانه خواندم. یکی ترا امیر المؤمنین نگفتم به خاطر اون است که اکثری مؤمنو ای امیریت بیزارم میترسم بیچاره من نمیخواهم دروغ بگم دست بوسه نکردم قدیما قد سوخت. من ای حضرت علی به دو گوشی خود شنیدم حضرت علی مقصد استاز می گفت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه دستی کسی را بوسه نکنه مگر دستی زنهاتون به شهوت دستی فرزنداتون به شفقت. تو نه زن میبونه فرزندم
تا حتی یک آدمی نیست که در دین خدمت کرده باشه که کیرویی داشته باشه که مطلب به خاطر احترام دین و اعتقاد به اسلام دست بوسه کنه. این که در حضور چشتو میگه اما حضرت علی شنیدم، حضرت علی از زمان پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که هر کسی میخواهد در دنیا دوزخی را ببینه بگو در پیش با کسی نظر اندازه که خود ششتگی مردم در اطرافش استادگی. من در اومدم همین سیمای دوزخی ها را در تو دیدم، خود تا قششتگی مردم در بالای سر چخ. برای ما در پهلو چشتیم با جای مینداری بایدد دوغ پاپیسه و وایما این هوشای سرش کند در عمری سرش دریگه پورا نشنیده بود. همیتا در دیلش حیبت غلطی گفت شیخ یک وصیتم ایراوی یا وصیتم گفت ایم حضرت علی شنیدم، حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که در دوزخ مرغ‌ها هستند مثل کوه احد، همه حلقه زدگی چنین کوه احد. کژدم ها هستند مثل شتر منتظر اعتبار این پاچه های ظالمان. خسبر رفت میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته کی بود هیچ خیلی بود در عمری سرش تریگه پناش نی دست خی در بیمیش همه پتخنیم چاپلوس و خوکلان هیچ خیلی گپ زنی گفت با وزیرش گفت که این مردک شاگردی صحابه ها دیدی که هر قصه میکنه از صحابه ها میکنه با واسطه صحابه ها از پیغمبر میکنه. نمی صحابه پیغمبر نمیخیلدن. این رنگ ما محتاج پولی نیسته، محتاج خونه و دری نیسته، حتی پروای حقش نداره. میدونه که اگر بکشی شهید میمره فرد روز قیامت با از گریبانت میگیره. همه صحابه پیغمبر این همی طریق زندگی میکردن میگن. یعنی که وقتی که پیش تابعین هم که میرفتن به خاطر اون میرفتن با واسطه تابعین از صحابه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت بشنوند. این زمان تبع تابعین شد. اخلامی حضرت را بسیار محترمند، بسیار بزرگند. بزرگیش و حساب چیه؟ حساب همون علمی که رسیده شو با واسطه تابعین و صحابه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. هر نشستی اونو به خدا قسم مولود بود، هر گفتگوزار شو مولود بود، همیشه یاد پیغمبر، همیشه ذکر پیغمبر. هر چند که دور شده همون قدر محبت کمتر شد. نمیشناسن آخی قدری زر زرگر میدونه از برای خدا. چیزی را که نشناسی و ندونی اگه قیمت میکنی. خدا رحمتش کنه شیخ بایزید میگه یک دونه بریلیان داشته است. یک شاگرد شکاک داشت. یه روز هم شاگرد چه خیالات کرد بود که بچم همین گوهر را بگی بر بزرگ چندش میکنن. اکی همین مردم عوام بیچاره کمبغل بزرگ که گفتن یا همون بزرگ شموتکه پیشی نظرت میاد یا بزرگ میوه. یا بزرگ هم میوه دمیدرویا 10 رسته را میگرده قریب 100 خریدار دا همون بریلیانت پیشنهاد میکنن. ای 10 درم زیاد نرخش نمیکنن. 10 درم 10 خانه میکنن. و این میگه حضرت میره همین نرخش 10 درم بده است. قیمتی 10 درم. و میگه بچه مکه بگی بزرگ جواهر فروشا بر تو بزرگ میوه فروشا دا بگی بزرگ جواهر فروشا میره هم دکان اول دا میگه که تو میره ببین چند سومه همین میگیره نگهش میگیره ای جواهر فروش میگه 200,000 میتو خیلی میگه فهمیدم بته میگه 500,000 ای بچه فروشی نیست بته 1,000,000 هزارش 1,000,000 میشه. من میگه تو نمیفهمی گپا من نمیفروشم این برای فروش اومدم برای فهمیدن این نرخش اومدم. میگه 2,000,000 و بی عقل ای خودم بسته تو بته من فقط نرخش برام صاحبش ده بگم با میگیرش مجبوری ای دوستش میگه هو برادر اگر ما بودو آوردی التماس بگونه نکن بیا ای همی گفتگیم چند برابر زیاد میده ای گفتگیم من بیایی خوش ای سرش کند است. و میگه حضرت ما نفهمیدم اینجا چه حکمت هست 100 سوداگر در نشونش دادیم ای 10 درم زیاد نرخش نکردن این میرم کشتل ما قپیده است یا دست بردار نیسته اگر انمانه نمیکردم 5 میلیون شان میکردم. سببش چی باشه؟ میگه سببش اون است که
او بیچاره میوه فروشا در مسئله بریلیان علم ندارن. ای کجا میدونن و بریلیان چیه؟ همون میوه خچه میدونن. ای مردم متخصص ای و اسپیسیالیست ای میدونه هیچ قیمت داره. قدر زر زرگر بداند، قدر گوهر گوهری، قدر گل بلبل بداند، قدر قنبر رو علی. حضرت علی یک غلام آزاد کرده داشت به نام قنبر. امیر مسلمان ها بود که گجای دمشیش میگو قنبر هم بیاره. بعد تعجب کردن که حضرت این کیه یوقی یک گردک یا مسفیده که یعنی مقصد جنج زدگی اوخی تو این بعد میگو قدر قنبر علی میدونه. هم محیب بدست نه. یعنی قدر پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به طریق روایت شاید کسی میدونه که از حیات حضرت آگاه علم داره نسبتش میدونه که این چی مروری دای این چی درجه و منزله داره در پیش پروردگار. آقا آدم ندونه برای او را چیه تعجب میکنه. یا تو هسته یا مولودا باری اول تشکیل شده بود که با خدا قسم چیزی که بده گوشی خودم شنیدم. یک از همینطور نیم حضر و نیم جدی گفته است که فلان جورم خونابود خونش فیراد مکر رفتیم هم یک کاسه شوربا را خوردیم یک ساعت همینطور چخمو ها موضع قیام دا میخیستن همین قبض عقلش. اما همین مولود ها و محفل های مولودی سببگاری آن شدن که مردم پیغمبر شناختن دینشون شناختن. و خدا قسم بعدی محفل های مولودی مسجد ها پرشید مرد باشه باید بودن کج بشین راست بگو. همه مردم مسجد نمی رفتن. خیلی موعظه مسجد هم نمازخانه در می رسید خلاص. اما همه مردم مولود می رفت. نمازخانه بی نماز. زن و مرد کودک و کلان همه می رفت. این همی دعوت ها همین مولوده که ما میگیم چیه؟ قید دین رشدین یه تو داره خدا. این حقی محفیل مولودی یک ساعت زیاد شد که فقط سوال جواب شرعی رفته است. همین که جوی همین بدعته یا این همین صحبت میشه با همه بیچاره عالم حد اقل 20 دقیقه نیم ساعت صفت پیغمبر هم میگه خصلت های پیغمبر هم میگه پند نصیحت های حضرت به امتش میرسونه. اوخی این واجبه این چخیل بدعت میشه با. بله این همین بیل فرضی بگیریم این کاری هسته که در هم عصرهای مشهود به خیر نبود در کشورهایی که همه آزاده یکون خیلی محدودیت نیست. ای تلویزیون میره و گپ میزنم مسائل شرعی را زنگش میزنم با تلویزیون جواب میدم. یعنی مثال ایگیجی بخو خیلی با قلار هم نیست برادر لگوی گازی چوب کن در مکتب خدا و پیغمبر را نقل میکنم بچه بودم یکون احتیاج نیست. و چیزی که همیشه هسته احتیاج نداره. اما جوهایی که این محدودیت ها هسته به خدا قسم این ملهمه. این همه هم یک روح و وسیله امر بالمعروف و نهی از منکر است. یک روح و وسیله معرفی الله ذوالجلال و پیامبر محبوب برای امتهای رسول الله صلی الله علیه و سلم. همین کسی که همین نبینه کور میشود. میگم که این همین کسایی که همین فتنه میاندازن ها این فلان این بسمدون همین یکون فایده و منفعتی به مسلمانان همین دیار طولی را رسیدگی نیست. غیر فتنه انداختن غیر همین مشکلی ایجاد کردن نه فقط این دیار همین دنیا را که میبینیم در همه جای بدبخت ها سبب این همین فتنه ها شدیستی هم. برای همین حدی اقل ما باید بگیم که بله اگر چنده به همون مفهومی لغویش بگیریم که بدعت است اگر چنده گفتیم که اصل شرعی داره احتفال جشن پیامبر صلی الله علیه و سلم به حدیث لیکن بدعت همون چخیله که علمای اهل سنت و الجماعت خاصتا محدثای بزرگ مثل ابن حجر عسقلانی مثل بدرالدین عینی یا بزرگترین شارح های بخاری هستند مثل امام نووی بزرگترین شارح صحیح مسلم همون تقسیم بندی شود حدی اقل به دو قسم بدعت حسنه و بدعت سیئه. اگر با معنی لغویش بگیریم اصل بگیریم همون بدعت سیئه بدعتی هسته که اصل نداره. اما چیزی که اصل داره اگر چند نوآوری هم که باشه مدام که اصل داره او را مثال بدعت سیئه گفتن نمیشه پس حسنه است. این از همین چیزا استفاده بردن در کار. احمق است اون کسی که در شاخ درخت میشینه و شاخ اره میکنه. او شاخ وقتی که کنده شد اول خودش میاد در زمین بخیره.
خداوند ما و شما را حفظ کنه و خداوند ای شیطنت ای حیله و نیرنگا ما و شما را نجات بده به قدر همین محفل و مجلس ها برسید